وزارت کارهای داخلی روسیه روز 28 ایول در سامانه رسمیش هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای اشتراک در زنازنی‌های عمومی بدون یگان چون و چرا از قلمرو روسیه دپورتاسیا کرده از حق بازگشت به این کشور محروم خواهند کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت اگر آنهایی که برای اشتراک در زنازنی‌های اخیر محکوم به 15 روز حبس شدند مستقلانه قلمرو روسیه را ترک نکنند آنها را مجبوراً دپورتاسیا خواهند کرد. این هشدار در پی زنازنی شب 12 ایول در نزد ایستگاه مترو کوزمینکی در شهر مسکو است که در پی آن در پایتخت روسیه چند هفته باز تفتیش مهاجران را خیلی شدیدتر کردند. پلیس مسکو آن وقت خبر داده بود که 103 اشتراکچی زنازنی در کوزمینکی را دستگیر کردند و آنها را از قلمرو روسیه اخراج کرده قسمی را از حق بازگشت به این کشور نیز محروم میکنند. در هشدار نشر شده در سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه چنین گفته می شود وقتهای آخر مناقشه ها بین شهروندان خارجی زیاد شده. برخی از این مناقشه ها به صورت عمومی در مظهر عام صورت گرفتند. چنین زنازنی ها در چند منطقه روسیه از جمله در ولایت های امور، مسکو، سوردلوفسک، جمهوری داغستان همچنین در شهرهای مسکو و سنت پتربورگ مشاهده شدند. عملهای غیر قانونی شهروندان خارجی همراه با اعمال خشونت‌آمیزی که به حیات و امنیت شهروندان تهدید ایجاد می‌کند همچنین با استفاده زورآوری نسبت به نمایندگان مقامات ممانعت به فعالیت آرام نهادهای دولتی و حرکت نقلیات صورت گرفتند. مقامات دادگاهی این شهروندان خارجی را به جوابگری مأموری کشانیده به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. با نظرداشت خطر جمعیتی اعمال انجام شده در مورد به قلمرو روسیه راه ندادن این شهروندان خارجی قرار قبول شده است. اگر آنها مستقلانه قلمرو روسیه را ترک نکنند در مورد دپورتاسیای آنها چاره‌ها اندیشیده خواهند شد. برای حمایت حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان وزارت کارهای داخلی روسیه برای پیشگیری از عمل‌هایی که به ترتیبات و امنیت جمعیتی تهدید می‌کند از تمام چاره‌های در قانونگذاری روسیه پیش بینی شده کار می‌گرفت و کار خواهد گرفت. شهروندان خارجی که دست به قانون شکنی و جنایت‌ها میزنند طبق قانون به جوابگری کشانیده خواهند شد. مهاجران تاجیک شکایت میکنند که بعد زنازنی کوزمینکی پلیس و دیگر مقامات انتظامی حال آنها را در شهر و ولایت مسکو بدتر کرده است و با هدف بازداشت شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان پیوسته ریدها دایر میکنند.